به نام خدای بی همتا. سلام، وقتتون بخیر همراهان همیشگی شبکه سه سیما، دوستداران برنامه فوتبال برتر. انگار رودریگز مستقیم میخواد بزنه که خطرناکم از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت. هادی حبیبی نژاد ارسالش درون محوطه جریمه، ضربه سری که پیام نیازمند عالی در آورد. امیرحسین محمودی ارسالش به زیر توپ میزنه، مدافع چادرملو خطرناکه، دروازه خالی. چی شد؟ زیر توپی که ویکتور چادرملو تو آفساید هستن، مدل آرسنالی شاید. یه ارسال، فرصت، این ضربه سر، توپی که به بیرون میره و خبری هم از آفساید نیست. پاس تک ضربه علیپور. حالا محمودی خوب صاحب توپ شده تو این مسابقه، پاس خوشگلی هم داد درون محوطه جریمه، توپی که به تیر دروازه برخورد کرد. بدشانسی محض پرسپولیس و ایگور سرگیف تشویقش کرد. میبینید که سجاد مشهدی سمت راست آفساید رو پر کرده بود. توپ به پاشنه تیر عموده دروازه چادرملو برخورد کرد. خوش شانس بودن بازیکنای چادرملو. کنترل توپ عالی، پاس قشنگ امیرحسین محمودی و محمدی فرد. ارسال بلندش، ضربه سری که زده شد، خطرناک این توپ. بازیو دنبال کرد سید وحید کاظمی. استون اورونوف رو پای راست، ضربه که زد و از کنار دروازه به بیرون رفت، تو چارچوب نبود. شوت استون اورونوف. دونده و پرتلاش، چه پاسی داد به علیپور، تک به تک با دروازه‌بان علیپور و ادسون ماردن دروازه چادرملو رو کماکان بسته نگه میداره. بازم پرتابشون کوتاه بود. سعید محمدی فرم سمت راست این کار رو انجام میده. این ارسال بلند، خروج پیام نیازمند مشت کرد. سعید محمدی فرد کماکان توپ در اختیارشه، دست حبیبی نژاد رو خوندن. میلاد محمدی توپو میرسونه به یه نقطه پنالتی. کورنر بلند، تیر دو، این ضربه سر، علیپور رو به بیرون. استون اورونوف توپی که به بیرون رفت. ویکتور ماتئوس، فعلا خبری از آفساید نیست. علیپور ضربه ای که زد و توپ به کورنر رفت، اما پرچم بالاست. رنی بوبوی به دنبال توپ درون محوطه جریمه. ابرقویی رفت و خوب توپو کنترل کرد تا پیام نیازمند توپ رو جمع کنه. خطا به سود پرسپولیس، خطا روی سروش رفیعی که از درد به خودش میپیچه. شدت دردی که داره تحمل میکنه خیلی بالاست سروش رفیعی، به خاطر این ضربه‌ای که سجاد مشهدی بهش وارد کرد. اینجا برخورد داشت با زانوی سروش رفیعی و واسه همین بود که صدای دردش انقدر بلند تو ورزشگاه به گوش رسید. برمیگرده وحید کاظمی به سمت زمین. آیا اخراجی در راه است؟ نگاه ها به داور این مسابقه است. فرا میخونه 88 سجاد مشهدی رو، کارت قرمز رو در آورد و اخراج کرد سجاد مشهدی رو. چه دقیقه‌ایه؟ 57مین دقیقه بازی. از این نما هم دیدید که بچه هامون به تصویر کشیدن تو ورزشگاه شهید دستگردی تهران. حالا باکیچ توپو میبره به سمت راست، یه پاس تک ضرب، دنیل گرا از دروازه بیرون اومده. ادسون ماردن، این ارسال، یه برخورد، توپی که از همه رد شد. سرگیف حرکتش مشکوک به خطا بود. این ارسال، اینجا هم توپ بیرون رفت. نه، روی رضا محمود آبادی بود ایگور سرگیف اینجا که یه دست گذاشت. صحنه
مشکوک و بحث برانگیز که تا لحظاتی دیگه تکلیف رو مشخص میکنه وحید کاظمی. این فصل یه پنالتی گرفت تو بازی فولاد سپاهان که احسان هاج صفی اونو از دست داد. ببینیم تو این صحنه چه اتفاقی خواهد افتاد. وحید کاظمی برمیگرده به سمت زمین و پنالتی رو اعلام کرد به خاطر خطای سعید محمدی فر یا نه؟ آها، خطا رو گرفت به سود چادرملو. 20 دقیقه آخر بازی زد. حالا این صحنه رو ببینیم. ارسال علی پور که از ایگور سرگیف هم رد شد. میلاد محمدی رو به جلو درون محوطه جریمه. پنالتی واسه پرسپولیس. رو حرکت عالی که میلاد محمدی انجام داد. تکل سیروس صادقیان. تکلی که زد سیروس صادقیان و پنالتی رو گرفته وحید کاظمی. پای راست میلاد محمدی. من هیچی نمیگم، بذار ببینیم وحید کاظمی چی میگه. میاد به سمت زمین مسابقه وحید کاظمی، میگه پنالتی نیست. هنوز گلزنی نکرده هادی حبیبی نژاد، ضمن اینکه از زوایای مختلف دارید این صحنه بحث برانگیز و مشکوک رو میبینید. اصلا صحنه رو خطا نگرفت وحید کاظمی و توپو میخواد بده به ادسون ماردن. هافک 21 سالشون سجاد مشهدی درون محوطه. فرصت، این شوت راه دور، تیر دروازه به لرزه در اومد. یه لحظه هم خورد به دستای ادسون ماردن. صحنه آهسته رو استون اورونوف از درون محوطه و چه توپی و در آورد ادسون ماردن و بعدش هم تیر دروازه. اینجوری دروازه تیمشو بسته نگه داشت میلاد محمدی. چه فضایی در مقابلشه اما خودشو تک و تنها. یه نگاه، یه ارسال مستقیم به سمت دروازه که توپ یه تیکه به بیرون رفت. محمودی پاس تک ضربش علی پور. محمودی در رو محوطه، حالا ضربه رو زد توی دروازه. پدیده پرسپولیسیا به اون چیزی که حقش بود رسید. بازی درخشانش تو نیمه اول با گل تو نیمه دوم همراه بود. امیرحسین محمودی انگار خدا هم دوستش داشت. بازی عالیش تو نیمه اول همه رو امیدوار کرد از پرسپولیسی‌ها و حالا تو دقایقی که هیچکی باورش نمیشد محمودی گل زد. دور از دستای ادسون ماردن. همه چی از پاس اول خودش شروع شد. توپو از علی پور گرفت، این ضربه دقیقش و توپی که چسبید به تور دروازه چادرملو. هر چقدر خط دفاعی چادرملو مقاومت کرد شکست این خط دفاعی در 83مین دقیقه. سروش رفیعی، ارسال، این ضربه سر که اینوری اومد. دیگو تورس، یه ارسال از رضا میرزایی، خطرناک این فرصت. ارتباط رو قطع کرد. حالا داور سوت میزنه و از کادر پزشکی پرسپولیسیا میخواد که وارد زمین شن. اسمار ویرا دیگه دوست نداره بازیکنی و به خاطر مصدومیت از دست بده. با کیچه که رو زمین افتاده یا حسین ابرقویی. این برخورد با رنی بوبوی. آیا بازم وی آر میره این صحنه؟ تو سمت چپ خط دفاعی ابرقویی به دنبال توپ. رضا میرزایی در رو محوطه، حالا ضربه‌شو از زاویه بسته زد. یه لحظه نفس پرسپولیسیا بند اومد. دیگو تورس پشت توپو فرستاد مستقیم. پیام نیازمند راحت توپو جمع کرد. سریع هم بازیو به جریان انداخت. 1 2 3 تا پرسپولیسی، 2 تا بازیکن چادرملو. میلاد محمدی، ببینیم از این فرصت چه استفاده ای میبره. خود میلاد محمدی شاید بدترین انتخاب رو داشت تو این صحنه برای تیمش. خطا یا نه؟ سوت پایان بازی رو به صدا در آورد سید وحید کاظمی. 3 امتیاز سخت
اما مهم واسه اسمار ویرا و پرسپولیس در برابر تیم خوب چادرملو.